و همچنین وعده دادیم که از اینجا سخن رو گوش کردن رو شروع میکنیم. بیایید گوش میکنیم که این ابو تکفیری چی میگوید. کو ابو تکفیری بگو که گوشت کنیم. شیخ ما حفظه الله محسن العباد این رو هم خوارج میگن. شنیدید؟ میگوید شیخ ما محسن العباد، این رو هم میگه خوارج میگوید. محسن العباد رو کسی بجز از ابو تکفیری کسی دیگر خوارج نمیگوید یا به جهل نمیشناسد، بلکه یکی از علمای اهل سنتی و الجماعت میباشد، این عبدالمحسن العباد. خب بیاید اکنون رجوع میکنیم به کتابی عبدالمحسن عباد و عبدالمحسن عباد را همچنین اعتقادش رو بیان میکنیم که به موافق اعتقاد ابو تکفیری بگیری، عبدالمحسن عباد یکی از چطوری که خودش میگوید. بیا بار دیگر گوش کنیم. ای ابو تکفیری، عبدالمحسن عباد کی است؟ این کافر است. این سبحان الله در ملت ابراهیم علیه السلام نیست، این موحد نیست، این توحیدش صحیح نیست، این کفر به طاغوت ندارد. الله پناه دهد از این اعتقاد خبیثی تو ای ابو تکفیری. بیاید اکنون برادران رجوع میکنیم اکنون به این عالم بزرگوار اهل سنت و الجماعت عبدالمحسن العباد و همچنین میبینیم که این بزرگوار چی اعتقاد دارد و چی میگوید، که موافق است به این گفته های ابو تکفیری یا نه. این هست کتابی، ببینید، کتب و رسائل عبدالمحسن ابن حمد العباد البدر. عبدالمحسن ابن حمد العباد البدر این نامش است. حتی این ابو تکفیری نام این شخصی را که میگوید من شاگردش هستم و دعوای شاگردی میکند به این شخص، نامش نمیدوند. دیدید؟ این فقط چی میگد؟ محسن عباد، محسن عباد، محسن عبدالمحسن، عبدالمحسن ابن حمد العباد البدر. ای ابو تکفیری نام این بزرگوار را یاد بگی. تو بیچاره این را نامش هم درست گرفتن نمیتونه از که جاله در پیش این تعلیم گرفتن یک جانب بمان. خب این کتاب موضوع چی است؟ عقیده، درباره عقیده صحبت میکند. جلد چهارم ببینید، جلد چهارم دار التوحید و للنشر الریاض، دار التوحید للنشر الریاض. خب میگذاریم به صفحه چند؟ به صفحه 372. ببینید این صفحه چنده؟ 372. صفحه 372 فصل الخامس، فصل پنجم، حکم دعاء اصحاب القبور والاستغاثة بهم. حکم دعا کردن اصحاب قبور و کمک خواستن از اصحاب قبور، از مرده ها. و متى يحكم على من دعاهم واستغاث بهم بالكفر. و کی حکم کرده می شود شخصی که مرده ها را دعا می کند، از مرده ها طلب می کند، یاردن طلب می کند، کی اونها را میگه حکم به کفر میکنیم. این موضوعی صحبتی این شیخ این بزرگوار می باشد. دیدید؟ بیا میگذاریم اکنون شیخ در اینجا کمی صحبت ها دارد، یعنی که بنا بر قبر، یعنی که در بالای قبرها بنا ساختن و جای سجدهگاه قرار دادن قبرها از بدعت های حرام گردانده شده است که انسان رو به شرک و کفر میبرد. گفته این شیخ در اینجا صحبت ها دارد. ببینید چطوری که شما دیده استادید و به خاطر صحبت طولانی نشدن جایی که لازم است اونجا رو به سمع شما برسونم. ببینید چی میگوید. و یقال لهذا الفعل، و این فعل رو میگد، یعنی کسی که برود پیش قبر استغاثه کند و از قبرها طلب بکند، پس میگه فهو شرک اکبر مخرج من الملتی. شیخ میگه که پس این کار کردن شرک اکبر است، مخرج است از ملت، انسان از اسلام بیرون میکند. و یقال لهذا الفعل شرک و کفر. میگه ما ان همین کاره که یک کس پیش قبر میره، مسلمان، مشرک حقیقی نه، مسلمان پیش قبر میرود، میگه ما نمیره شرک و کفر میگیم. ولا یقال لكل من فعل ذلك انه مشرک کافر. ای ابو تکفیری، کتابی عبدالمحسن عباد است. ببین چی میگه. این قاعده را از یاد کنین ای شاگردان ابو تکفیری. میگه ولا یقال
و گفته نمی شود لکل من فعل ذلك، هر کسی که این همین کارها را بکند، از قبر طلب کند و پیش قبر برود دعا بکند و این شرک انجام بدهد، میگد هر کس رو میگد انه مشرک کافرون، گفته نمی شود. او را ما نمیگیم که مشرک است، همون شخص خودشه، نمیگیم که مشرک است و نمیگیم که کافر است. این گپ استازی که تو دعوا داره میگه استازم است عبدالمحسن عباد، این سخنان عبدالمحسن عباد است. میگه فإن من فعل ذلك، پس میگه هر شخصانی که این کار رو انجام میدهند، همین شرک رو میکنن، و هو جاهل معذور، ببین میگه اون جاهل است و معذور است. ای ابو تکفیری، این عبدالمحسن عباد با اعتقاد تو چی است؟ که بگو. این کافر است. این سبحان الله در ملت ابراهیم علیه السلام نیست، این موحد نیست، این توحیدش صحیح نیست، این کفر به طاغوت ندارد. الله پناهت یاد از این اعتقادی خبیثت که استاد خودت تو مشرک میگویی، استاد خودت تو کافر میگویی، استاد خودت تو بدین میگویی. ای تکفیری، ای جاهل، استاد خودت میگویی توحید ندارد. میگه و هو جاهل معذور، میگه این مسلمان جاهل است، معذور است. لجهله، معذور با چی است؟ با جهلش، با نادانیش. حتی تقام علیه الحجه، تا که؟ تا زمانی که بر اون حجت رسانده شود. این اعتقاد ما اهل سنت است و اعتقاد عبدالمحسن عباد است. و یفهمها ثم یصر علی ذلك، و باید این انسان بفهمد بعد از اونه که ثم یصر علی ذلك، بعد از فهمیدن اصرار در همین بکند، پس را حکم به کفر کرده می شود. بگه فإنه حینئذ یحکم بکفره و ردته، پس میگه اون انسان حینئذ در این هنگام حکم، یعنی که اگر که فهمید و باز بکند، بدون شرک است باز بکند، ابلاغ حجت کردی باز انجام دهد، ان این وقت میگه یحکم بکفره، او را میگه حکم به کفر کرده می شود و ردته، و حکم به مرتد بودن کرده می شود و مشرک خوندش می شود. ای ابو تکفیری، این اعتقاد اهل سنتی و الجماعت است. اکنون سخنان عبدالمحسن عباد رو دیدید، بیایید اکنون چند عالم هایی را که درس گذشته ثبت گذشته به سمع شما نامهاش گرفتم. ابو تکفیر اونها را گفت که اینها کافر هستند، اینها توحید ندارن، اینها کفر به طاغوت نورزیدن. پس اونها را بیایید میبینیم در اینجا، اون عالم ها در اینجا هستن. ببینید